ماینکرافت، ولی باید واتر کلاچ کنم از 50 بلاکی، 100 بلاکی و 200 بلاکی. برای هر کدوم از کلاچ‌ها 2 بار فرصت دارم، ولی اگر توی هر کلاچی 2 بار تلاش کنم و توی کلاچ دومم نتونم کلاچ کنم، باید اسم واقعیمو لو بدم. پس بریم سراغ این ویدیو. Let's go. وی چالش اول 50 بلاکی، همونطور که بهتون گفتم 2 بار فرصت داریم، نه 1 بار. چالش اول که با موفقیت انجام شد، بریم برای چالش دوم. بریم برای چالش دوم، یعنی 100 بلاکی. Let's go. وی رسیدیم به چالش دوم، یعنی مدیوم و بین ایزی و هارد. بریم برای این چالش. Let's go. این چالش 100 بلاکی. توی این چالش هم طبق معمول من 2 بار وقت دارم که زنده بمونم. اگرم که زنده نمونم باید اسم واقعیمو لو بدم. برو بریم. وی خب این چالش هم بردم، خیلی آسون بود. بریم برای چالش بعدی. Let's go. وی چالش دوم، یعنی چالش دوم پشت سر گذاشتیم و الان نوبت چالش سومه، چالش هارد و 200 بلاکی. برو بریم. وی اینم ایزی بود، من که بردم. ولی اگه شما لایک و ساب کنید اسممو بهتون میگم. زود باشید لایک کنید دیگه. لایک نکنید هم اشکالی نداره، اسم من هست